چرا عوض شدی هارون؟ چرا؟ هارون کنی به اینجا بیا. پسرم دلم به تو میسوزد. به خدا از دستم چیزی که اومد کردم. به تو راستش رو میگویم. سیده مرا گوش نمیکند. و پدرش رفتگی یک رو است. پسرم او به تو زن شده نمیتواند. دیدی از حاضر چه خیل عذابت میدهد. بعدی خانه دار شوی به سر چهار مغز میشکند. او را فراموش کن پسرم. خدایا کی به اینجا میآید. خوش آمدی پسرم. خوش باشید مادر جان. با آمه که حمزه گپی دارم. آن کس در خانه‌اند؟ آی حاضر بر اومد لیکن زود میآید. خودش به من گفت یک کاری ضرورش بر اومده است. بیا پسرم بیگانه نیستی. خانه امکت با او اهمیت نده. او یک وحشی است. مثل تو با مدنیت نیست. سعیده او رو رد کرد. از همین سبب مثل دیوانه ها میگردد. میترسم که به سرمون یکم بلا نآورد. خیر یعنی هارون و سعیده جدا شدند. مالش مادر جان من اکنون میروم بعد باز میآیم. خدا حافظ پسرم. خدا حافظ. مادر جان سعیده رو جیغ زنید. با او یک مرتبه گپ زدن میخواهم. التماس. سعیده از من چی میخوایی هارون؟ چی میخوایی؟ فکرت پسرم چیکار میکنی پسرم؟ با کجا پسرم؟ باید با آلیا گپ زدم. پسرم با این احوال به هیچ کجا رفته نمیتونی. خدا نشان ندهد اگر رفتی یک عمر معیوب بمونی. این عذاب وجدان مرا میکشد مادر. باید او را ببینم. بخشش پرسم. پیش پایش رفتم. پیش راهم را نگیرید مادر. خواهش میکنم. پسرم نمیشه. چند مراتبه به تو گویم نمیشود. مرا میشنوی نمیشود. فرزندانم را پاسباز شدم. علیه را بچه های خودم را دیدن میخواهم. اگر لازم آید قصیده میروم. از او بخشش میپرسم. نمیشود پسرم. چی گپی مرا گوش کن. خوش میشود. چی من نمیفهم. اگر آخر با این احوالت به کجا میروی پسرم؟ خدا برزد. فکرت پسرم مادرت راست میگوید. باید با علیه گپ زدم. این عذاب وجدان مرا میکشد. زیر نشو پسرم. تشکر مادر جان. خدا حافظ. خانم علیا سلام. از مدیر اجازت گرفتم. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنند. اگر با آنجا رفتنی باشین همراه رویم. بله به بیمارخانه میروم. کاری که یعقوب میکند خیلی کاری مردانگی است. رویا هم به او لایق است. او خواهر من است. با یعقوب همیشه فخر میکردیم. روز بخیر معلمه. روز بخیر. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنند. ما به همونجا میریم. با اجازت شما. خدا حافظ. آه اکا بختتون رو از دست دادید. سعیده بیا در یگان جای نشسته صحبت میکنیم. مرا راحت گذار هارون. رو از اینجا. من قرارم را دادم. التماس مرا ببخش. تو گپ رو نمیفهمی. رو از اینجا. من برای تو شده حیاتم رو سوزاندم. برای تو شده مادرم رو به خونه فرانسالا روان کردم. برای تو دکانم رو فروختم. برای تو رفتیم سعیده از اینجا میرویم. رفتیم سعیده میرویم. روکر برادر سرده دختر. من تو چی ویران کن؟ من تو چی؟ سرده گفتم دختر را. این تو از حد گذر رو چی؟ من تو با نامزدی من چیکار داری؟
عمر با فکر فرو رفته ای؟ حادثه دیروزه رو هیچ فراموش کردن نمیتوان. هنوز شبهه دارم. من هم همین خیلی. تیمور چی رنگی میبوفد نمیدونم. خانم همشیره، لبای آقای دکتر. خانم رویا را برای جراحی آماده کردند. آماده کردند. مایلش شاهدی آن میشویم که چقدر عاشق به معشوقش یک گرده خود را میبخشد. خدا مدد رساند. اسماعیل خوش آمدی. خوش باشی عمر. خوش آمدید. خوش باشی سرمه. میکشم تو را میکشم. چیکار کرده ایستاده ای؟ هارون بس کن، تو چیکار کرده ایستاده ای؟ هارون رو دیوانه کردی. بس کن هارون، بس کن گفتم. خوب هستید آقای تیمور؟ تیمور پسرم تو را زدم. آقای تیمور میکشم تو را لعنتی. هارون نکنی کارو. نکن گفتم هارون. پردازم رو نکن. دیوانه شده ای مگر. دیوانه شدی تو هارون. عقلت رو گم کرده ای مگر. دیوانه شده ای. باوری نداشتم که اینقدر خودت را پست میزنی. حیفی تو. رو از اینجا. رو از اینجا. رو بیادم. رو از اینجا. خوب هستی تیمور پسرکم خوب هستی؟ اوه تو رو زدن او باش دیوانه. مرا ببخشید، همش از برای من شد. هیچ کم نه، احوالم بد نیست. رفتیم به خانه داریم. بینه همه جایش زخم دار شده است. رفتیم از دهان و بینیش خون میآید. زخمایش رو تازه کنیم. خیرت که زنی او نشدی. تو رو نکوش. دستانت چی کند هارون؟ دستانت چی کند؟ یعنی بعد از رفتن من به سر سنم باز چیزهایی که نآمد. خدایا من چیکار کردم؟ برای همین فکر میکنم که شاید تو رو زود نبخشد. شاید هیچ گوه نبخشد. میدونی اسماعیل، چون که همین خیلی خوش ناکرده بر آمده رفتند او را خیلی رنجوند. اگر او را آگاه کرده میرفتی شاید اینقدر نمیرنجید. میدونی چی؟ من هم فکر میکنم که تو در نزد سنم گناهگار هستی اسماعیل. میدونم من گناهگارم، لیکن سنم یک مرتبه مرا گوش کند. التماس. ادوق جراحی آماده است. مایلش حاضر میآیم. بعد گپ میزنیم. رفتیم سلمان. علیه با مکتب رفته بودم. معلم هم به اینجا اومدنی بودند. همراه اومدیم. انشالله همش خوب میشود خانم زینب. انشالله. عمر فرزندانم، اول به خدا بعد به شما امانت. غم نخورید اما جان. چیزی که از دستمون آید میکنیم. خدا یارتون. سرمه دخترم، خدا مددگارتان باشد. تشکر. خدا مددگارتان. مرحمت گذارید. اوه این به تربیه قریب چشمت رو میکن. تشکر، اکنون خوبم. خدایا اگر تو نمیشدی دخترم رو میدوزدید. دخترم تشکر گوی آخر. او برای تو شده به این حال افتاد. تشکر به شما. راستیگه هارون بچه خوب است. کمی جنجال کردیم. به این نگاه کنید باز خوب میگوید. تو را دزدیدنی بود. تیمور را کشتنی بود. باز او را خوب میگویی. التماس مادر جان، خانم سعیده راست میگویند. چخیلی که میگویند چشم عاشق کور است. معلوم است که عاشق است و کور شده است. برای غمخوریتان تشکر زیاد. چی گپ شد؟ حمزه اگر میدیدی این هارونی به عقل سعیده رو دزدیدنی بود. به تیمور تشکر گوی که او را نجات داد. انا نگاه کن، سعیده رو نجات میده هم گفته خودش به این احوال افتاد. هارون، من به تو نشان میدهم. غم نخورید امک حمزه، من به او فهماندم. وای دیگر سعیده را ناراحت نمی کند. دختری امکم را حمایت کردن وظیفه ای من است. نه نمی شود. برای من شده سرتان را در بلا نگذارید. التماس به هارون کاردار نشوید. آروم شود، عقلش به جایش می آید. خواهش میکنم.
سیده مرا دیوانه نکن سیده، دیوانه نکن سیده. مادر همش عیب شما، عیب شما. خدایا جواب نمیدهد. میترسم که یگان به عقلی نکند. پسرم سیده رو خیلی دوست می‌دارد. غم نخورد خانم هوریه، بی عقلی نمی کند. در جوانی این کارها می شوند. اگر یگان به عقلی کند خدا جهان او رو نگاه دار. شد خانم هوریه، اینقدر خود را عذاب ندهید. برای آن که فرزندها قدر مادر را دانند باید کمی عذاب کشند. شما را گیریاند، میگذار عذاب کشد. نه هرگز، پسری من است. سیده بی تو زندگی کرده نمیتوانم. برای تو حتی جانم رو میدهم. چی شد؟ چرا این طور میکنی سیده؟ من همان آرونم. عوض نشدم. خدایا مدد کن. خدا جان فرزندهایم رو در پناهت نگاه دار. آنها به تو امانت. روزهای آخر پسرم چنان خرسند بود که حتی چشمانش می درخشیدند گویا به زندگیش بهاری نو آمده باشد. در این موضوع کمی گناهکارم. عشق پاک آنها رو نفهمیدم. کار بودم. خدا خواهد آنها رو خانه‌دار میکنیم. خدا خواهد. خانم رو بیار با من آید. یک کاری مهم دارم. لیکن آنها رو چخیل پرتافته می رویم. هیچ گپ نی خانم، غم نخورید. زود رفته برمیگردیم. علیا دخترم اگر بر وقت برایم به من زنگ زن. میلش مادر. بیایید رفتیم. خداحافظ پسرم. این عدلی ها قدری تو رو بد میفهمند لیکن دیر میشود. تو با کجا میروی؟ به خبرگیری اپای رویو و اکا یعقوب میروم. امروز آنها رو جرایی میکنند. نه به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. اگر باز هارون تو رو دزدیدنی شود چی؟ مادر جان مرا هیچ کس نمیدزدد، فهمیدید؟ کنی به خانه درو. پدر در خانه. به او میگویم پایهایت رو بشکنه. من کودک نیستم کو. ها مادر جان، من به بیمارخانه رفتنیم. اگر خانم سیده راضی باشن همراه میرویم. این طور باشد میلش. مرحمت رفتیم. راو کارهایم تمام شود. من هم میویم. به امه ربیعت سلام رسون دخترم. سیده میدونی چی؟ با اپاد نامزد شدنم خطا بود. کمتر دیر فهمیدم. بله همین خیلی نفهمیده بین دو دوست داشته در آمدم. حاضر خیلی پشیمانم. لیکن جدا شدنم به خدا خوب شد. باور کن. من و سرما هیچگاه یک جا شده نمیتوانستیم. مقصدی من تنها عائله برپا کردن بود، لیکن خطا کرده بودم. من و سرما خصلت‌های گوناگون داریم. غیر از این وی به دادرم عمر عاشق است. وقتی که فهمیدم یکدیگر را دوست می‌دارند زود او را رد کردم. اکنون نمیگذارم که کسی بین آنها درآید. من به این اجازه نمیدهم. به من باور نمیکنی؟ وای البته باور میکنم آقای تیمور. من میدانم که به یک اولاد همراه شدن این آسان نیست. خیلی مشکل است سیده. من بسیار نیت‌های خوب دارم. شاید یگان روز
به تو همه آنها را گفته توانم. با بیمارخانه دیر میکنیم آقای تیمور. زودتر رویم. البته سیده و خانم زینب و مادرتان با کجا رفتن؟ نمیدونم. و ثروت دیگر شما را زیغ نمی کنند؟ نه، با کمک شما. استغفرالله، کاری نکردم. ثروت خیلی خوشبخت است که شما بر این مادر دارند. میدونید میخواستم که به مانند ثروت یک پسری دانا داشته باشم. شما خانه‌دار نشده اید؟ نصیب نشد، لیکن بسیار میخواستم که با یک زنی خوب و مهربان خانه‌دار شوم، عائله خوب برپا کنم. چون که من به فکرم در خوردی پدر و مادرتون را از دست داده اید. بله، در یتیم خانه کلان شدم. به مربیان تشکر که یتیم بودنم را حس نکردم. شکر خدا جراحی ناز گذشت. احوال هر دیگرشون خوب است. شکر خدا. من هم به مادرم خبر رسانم. خدا شفا داد. مادر جان، خبری خوش. مادر جان، من پگاه کارم رو سر میکنم. با مدیر گپ زدم. دخترم با اسماعیل این رفتار نکن. مسافر است. از رفتنش خیلی پشیمان است. با من همش رو نقل کرد. حادثه های بسرت آمده رو فهمیده خیلی زیاد شد. او تنها از تو بخشش پرسید. مادر جان، چرا با اون نگفتید که در وقتش ما رو خوب قبول کردیم، لیکن برای وضعش چی دیدیم؟ مرا پرتوفته رفت. من هم انسانم، دل دارم و دلم درد میکند. مجبور میشم که داد زنم. رو فراموش کردن میخوام. ای بس دخترم، این خیلی نمیشود. مادامی که بخشش میپرسد قبول کن دخترم. اگر او را با بخش زندگیت بهتر میشود دخترم. سنا آقای اسماعیل. اوه دخترم. علی آمد مادر؟ خیلی انتظار میشوی. بله پسرم، آمدنش رو خیلی انتظار میشوی. سیده باید گپ زنیم. مرو راحت گذار هارون، راحت گذار. فهمیدی؟ تنها گپ زدن میخوام. اجازه ده همش رو فهمونم. نه سیده. آشنا نشونیده مگر تو را نمیخواهد. سیده گوش کن آشنا، از حد نگذران. تو کاردار نشو. سیده آرام شو. داد و وای کردن لازم نیست. سیده پروا نکن، جاهل است. خدا به هر دویتان شفا دهد. جراحی خیلی هم خوب گذشت. خدا شفا دهد. شفا یابید. اکنون شما در حقیقت با هم دیگر پیوست شدید. از همه مهمش خطر پسی سر شد.
تشکر یعقوب. مادرم کجایند؟ بله، مادرم در کجایند؟ همینجا. پسرم، دخترم رویا، جانکم خوب هستی؟ جانکم خدا را شکر دخترم. پسرم، خادم رو بیا، وقتش رسید. انا ببینید در اینجا چی هست؟ کنی دستانتان رو دراز کنید. پند رو که میبرد؟ مرحمت پسرم، خدا این کار رو به تو نصیب گردانده است. وقتی شما هم کشاده شود پند رو ببر. مبارک شود. خدا بختتان رو دهد. خوشبخت شوید فرزندانم. آمین. دخترک شیرینم، الها خوشبخت شوید. رکشویه در رکشویه. اینقدر تق تق نکن. ها چی شد که اینقدر داد میزنی؟ التماس با من کمک کنید. وعده دادید، همه گفته‌هایتان رو کردم. یگان گپتان رو با زمین نگذاشتم. با سعیده باز جنجال کردیم. تو دلش رو یافته نتوانی، من چیکار کنم؟ رو از اینجا رو. التماس کمک کنید. تو اینقدر خیره بودی؟ رو از اینجا، وقت ندارم که با تو گپ زنم. با من وعده داده بودید، همه گفته‌هایتان رو کردم. مرا با سعیده آشتیدید وگرنه. مالش پسرم، تو اینجا ایستو، من به سعیده رفته زنگ میزنم. تو آروم شو پسرم، آروم شو. مالش او باش. پلیس میدونید در اینجا یک اوبوش. سعیده تنها صحبت کرده میتوانیم؟ بله. با من اجازت. خیر من رفتم تا بازدید. چی شده اپا جان؟ با تیمور چی مناسبت داری؟ تو رو نفهمیدم اپا. من تو رو تنها آگاه کردن میخواهم. آخر بین ما چیزی نیست. او تنها با من کمک میکند. با من گوش کن. از او احتیاط شب خواهرم. اپا برای چی خیلی فکر میکنی؟ با من یگم بدی نکرده است. حتی امروز ما رو از هارون نجات داد. از هارون نجات داد؟ بله. خدای توبه، فکر نمیکردم اینها را از تو میشنوم. هارون همین قدر برایت خطرناک شد؟ اسماعیل؟ سرما عمر در کجاست؟ باید با او گپ زنم. با من بیایید. کنی رفتیم؟ من یگون کار نکردم آقای پلیس.
من با خوشتوانم صحبت میکردم. از تو شکایت کردن رفتیم. کی شکایت کرده است؟ کی؟ راهگرد رفتیم. شما شکایت کردید. شما شکایت کردید مادر جان. راهگرد رفتیم در شوبه انیق رفتیم. یعنی در زودتر. بی تربیه خودت را حرمت نمیکنی بازدوری میکنی ها؟ دردی زانوهایم نگذشت پگاه پسرم میآید و یک طبابتی نم میگذره. دختری من هم چند هفته باز نمیآید. شاید کارش خیلی زیاد باشه. میآید غم نخور میآید انشاءالله. نه ملکه من دیگر طاقت ندارم. اگر هارون از سعیده جدا شود نابود می شود. من به سعیده زنگ میزنم. الو این توی هوریا؟ با تو کی لازم؟ سعیده در خانه نیست. با خدا برای جدا نشدنشون خیلی کوشش کردم. هارون هم یک دیوانه بوده است. با همه جنجال میکنه. در آخر پلیس او را گرفته برد. چرا این طور میکند نمیدونم. پلیس او را برد؟ هارون در شعبه پلیس؟ هوریا خواهرم به خدای خود را از دست ندهید. هوریا خواهرم دکتر را جیغ زنید. دکتر را جیغ زنید زودتر. دکتر را جیغ زنید. هوریا خواهرم. هوریا به شما چی شد؟ خود را با دست گیرید. پسرم را پلیس برده. زیت نشم همش خوب می شود. هارونم را پلیس برده است. خانم هوریا گوش کن هارون. تو رو میدونم جوانی خوب هستی لیکن این خیل نمی شود. به خانه زده در آمدن گناهی کلام است. باز خانم حلیمه را زدنی بودی. از خودت کلام است. باز به نزدیکی خوش‌آمد می شود. دروغ است کمیسر. من به او دست نرسوندم. من تنها از او کمک خواستم. برای با نامزدم آشتی شدن کمک خواستم. لیکن او دیگر چیز میگوید. کمیسر مایلش حاضر تو رو جواب میدی لیکن بعد از این خودت رو با دست گیر. فهمیدی؟ فهمیدم کمیسر. رو از خانم حلیمه بخشش پرس. برای جنجال های ناچیز به شعبه پلیس نآیید. اگر باز خانم حلیمه را ناراحت کنی این خیلی با آسانی خلاص نمیشوی. اکنون میتوانی روی. مادر با علی گپ میزنم. از او بخشش میپرسم. باز با مانند روزهای پیشتر میشود. همه در یک جا زندگی میکنیم. از این شیر زودتر جدا شده با علی نکاح میکنم. مادر با زنگ های من جواب نمیدهد. التماس میکنم شما زنگ زنید. زنگ زده چی گویم؟ پوشایمان شدنم رو فریب خوردنم رو همش رو گویید. فکر میکنی که آسان است؟ او را زده از خانه پیش کردی. فرزندانت را سرگردان کردی. یک کژدم را به خانه آوردی. دیدی که با کژدم زندگیت زهر گشت. باز علی را به خانه برگرداندن خواسته. چی خانه دار شوی برای تو بازی است پسره؟ بازی است؟ انا بعد شرف و ناموس علیه هم بازی چه نیست. چیکار کنم؟ چیکار میکنی؟ اکنون فکری با او آشتی شدن رو فراموش کن. آن در پوشیده شد. عائله برپا کردن، خانه‌دار شدن در نزد خدا خیلی خیلی مهم است. کسی که نافرمانی میکند آن در پوشیده میشود. کشادن آن در قریب که غیر امکان است پسرم.
اگر حتی علیه خواهدم آن در به آسانی گشاده نمی شود. اکا مادرم راست میگوید. نه با علیه باید گپ زنم. او زنی من است، مادری فرزندهایم. نه مادر جان من به بیمارخانه میروم. به خبرگیری اکا یعقوب سلامی مرا رسان دخترم. سنم با علیه بگوی که نزدم بیاید. با او گپ زدن میخوام، التجا میکنم. مایلش اکا با او میگویم. خانم رابیه چیزی گفتن میخوای پسرم؟ شما دخترتان علیه رو خیلی خوب تربیه کرده اید. خیلی زنی با آداب و مادری مهربان است. باز خیلی زنی زیبا. من اول با شما گفتنی بودم. خانم میدانید علیه با اخلاقش، با مادری خوب بودنش دقتم رو جلب کرد. فکر میکنم که من و جفتی خوب میشویم. اگر قبول کنید میخواستم برای او رو خواستگاری کردن به خانه تان آیم، اگر معقول باشم. مایلش پسرم. یک خود نوشیدن میخوای دوستم؟ گیر دردت رو فراموش میکنی. این رو نوشی پرواز میکنی. اگر با دو خود مست نشدی انسان نباشم. نه نمیخواهم. نمیدونم از او چه خیلی بخشش پرسم. او را خیلی دوست میدارم. بعد از آن که او را دیدم زیادتر دوست داشتم. سلام. ببخشید عمر سرما، من به خبرگیری یعقوب برای آمدم. تو بازدید. سلام. ایستا. التماس یک طرفی است. همه چیز را میدانم سنم. با عمر خانه‌دار شوید را، از برای من به سرت چه ها آمدنش را، چقدر پرطاقت بودنت را میدانم. من همه عذابهایت را میدانم. اگر راضی شوی با تو خانه‌دار شدن میخواهم سنم. دیگر از پیشم نبرو سنم. التماس. با سنم گپ میزنی عمر؟ بله گپ میزنم. اما که قربان خوش آمدید. موش باش عمر. آمدم که با معلم رویا و معلم یعقوب خدا شفا دهد گویم. چقدر خوشبخت هستند. بعد اینقدر عذاب کشیدهشون خوشبخت میشوند انشاءالله. انشاءالله. باز هارون بس کنون. سایده من رو دیوانه نکن. فهمیدی؟ تو مست هستی؟ بله. خدایا توبه. باز با مای دست زده ای. هارونه که با مای نگاه نمیکرد مای پرست شده است. حیفی تو. نمیدونستم که اینقدر دست میافتی. سایده آخر من رو بفهم. سایده اکنون برابر شدیم. انا این را قصاص میگویند. سایده را فراموش کن. او از من است. شنیدی؟ او از من است. امشب به خانه اخشان مرا دعوت کردند. به آنها یک تحفه غیری چشم داشت میشود. نه او رو به تو نمیدیم.
مادر جان تنجی است؟ مهمون می آید دخترم. کی می آید؟ تیمور. تیمور؟ ها دخترم، تو را از هارون حمایه کرد، اویلمان را از ایشیل خلاص کرد. باید به او تشکر گوییم. غیر از این او امک بچه او را دعوت کردم. سیده هارون دیگر به نزدت نآمد. درباره او با من گپ نزنید. گپ نمیزنم دخترم، او را فراموش کن. بگوی در انگشتر این چی رو میبینی؟ ببخشید امک قربان، خواتیر شدم. نامزدی رویا و یعقوب به یادم آمد. برای همین ببخشید. و من گوش کن. این انگشترین خیلی قصه سخت دارد، مگر این خیلی نه؟ از امتحان وزنین گذشت، در آخر تو را خوشبخت کرد. خوشبختیت را با کسی تقسیم کنی با زیبا می شود، برکت زیاد می شود. پسرم، وقتی که به اینجا می آمدم از نزد یک خانه گذاشتم. یک زن با 4 فرزندش زندگی می کند. شوهرش قیها مرده است. احوالشان خیلی وزین است. خانهش در نزد خرسنگاه است. چیزی که با دستی راستش میگیرد با دستی چپش تقسیم میکند. آنها را خوشبخت کن، همه وقت خوشبخت میمانی. انا دخترم می آید. بیا دخترم، من هم رفتنی بودم، با مرکبی گپ زدیم. با اجازت، در امان خدا. خداحافظ. خداحافظ امک قربان. مرحمت شین. چی گپ داشتی عمر؟ با تو درباره اسماعیل میخواهم گپ زنم. اجازت میدهی؟ البته عمر. اسماعیل میخواهد به تو خانه دار شود. از کارهای کردهش خیلی پشیمان است. میدونم، گفته بود. خودت قرار برار سنم. تو رو مجبور کردن نمیخواهم سنم، لیکن یک چیز رو نگفته نمیتوانم سنم. تو باید او را فهمی و ببخشی. چی قراره که نبراری حق داری. اختیارت، لیکن اسماعیل پشیمان است. همه خطا میکنند، لیکن برای اصلاح شدن با او امکانیت دادن لازم. آینده او در دستی تو سنم. او را گوش کن چی میگوید. شاید او در حقیقت گناهش را فهمیده است. اگر تو گوش کنگویی مایلش گوش میکنم. البته گوش میکنم، لیکن او رو هیچ گوه نمیبخشم. اجازت میدهی؟ البته سنم. ببخش. به خود بیا، عقلت را کار فرما، حسیات را فراموش کن، به عقلی نکن. سلام. سلام سرما. وای، من به خونه میروم، ببخش. او با تو گپ میزند اسماعیل، لیکن باید به او وقت دهی. عمر، سنم گریه میکرد. نه، تیار شو سرما، میبراییم. خودی حاضر؟ بله حاضر. یک قرار دادم. چی قرار؟ حق انگشترین رو میدهیم. چی گفتنی هستی عمر؟ نمیفهمم. تو میروی یا نه؟
البته میروم. حاضر لباسم رو عوض کنم؟ فقط زودتر. عمر نمیگوی که با کجا میرویم؟ اول به داروخانه میرویم، بعد به مغازه یگان چیز میخریم. تو چی فکری داری؟ لیکن نمیدونم چی. که ببینیم حق انگشترین چی بوده است؟ مادر جان، نه پدرم در پایان چی کار میکنند؟ از کجا دانم دخترم؟ به فکرم برای پولهایش را پنهان کردن صندوق میسازم. سنم دخترم، اگر خواهی کمی فکر کن. اگر آمد تو را پیش نکن. شرطهای آن وقت گذشت. به یک دیگر موافقی. بختت را پیش پا نزن. شاید تو را خوشبخت کنه دخترم. مادر جان، در این باره گپ زدن نمیخواهم. این چی صدا است مادر جان؟ پدرت باز هم مرا شکسته پرتاب. آها شیما. علیا، من با دستت میآیم. انا همینجا، خانه که امکی قربان گفته بودم. مادر جان خیلی گرسنه ماندیم، خوراک نیست؟ پسرم تمام شد، همش رو خورده. لیکن زر نشده. مادر جان آخه شما جوراب میگفت کو؟ شیری نکنم، باز کمی طاقت کنید. پگاه جوراب رو گفتم رو فروشم، با پولش به شما خوراک میخرم. مادر جان شما خیلی مهربان هستید. ما شما رو خیلی دوست میداریم مادر من جان. هم شما رو دوست میدارم. میدرویم. روز بخیر. خوش آمدید. بخیر. اپا جان اینها رو گیرید. التماس برای کودک‌ها خوراک، پوشاک، بازیچه گرفتیم. التماس گیرید. شما آقای دکتر، خانم سرما، پگاه کودک‌ها رو با بیمارخانه بیارید، آنها رو میبینیم. میلش شما را کی فرستاد؟ وضعیت ما را کی به شما گفت؟ یک بنده خدا گفت اپا التماس قبول کنید. باز ما با مغازه نامتان رو دادیم و چیزی که احتیاج داشته باشید شرم نکرده گیرید. پولش رو ما هر دویمون پرداخت میکنیم. خدا از شما راضی باشه. و به خونه می در آمدید. دفعه دیگر انشاءالله. تشکر. خدا شما را در هر دو عالم خوشبخت کند. تشکر به شما. وای اپا جان، شما جوراب میفروشید؟ پگو با بیمارخانه بیارید. میلش از جورابی دست بافت چیز خوبتری نیست. با هم کورونمون میگوییم یک توی میخرند. میلش میارم. خدا از شما راضی باشد. سیده رو فراموش کن. او از من است. شنیدی؟ او از من است. امشب خانه اخشان را دعوت کردن. با آنها یک تحفه غیری چشم داشت می شود. من هم برای تو یک تحفه دارم تیمور. آرام پسر، همین چه احوال است؟ به شعبه پلیس رفتم، فهمیدم که جواب دادد. آرام چرا سر و رویت زخم دار؟ به تو چی شد پسرم؟ هارون چقدر دختر
که زیبا. خوراکم هست. شکلات هم هست. چه خیلی خوب. برای دادنم نکنی من فرزندانم. درست گفته بوده عمر. انگشترین حق داشته است. گوش کن چی میگویم. بیا این کارو تا روزی توی دوام میدهیم. چی گفتی؟ زورمون راست تا مردن دوام میدیم سرما. اکنون نوبت من. باز چه نوبت؟ من یک قرار دادم. میرویم؟ چی قرار؟ با کجا میرویم؟ با تو یک چیز گفتن میخواهم. در اینجا گپ زن. تو میروی یا نه عمر؟ رفتیم. پسرم ایست. هارون پسرم ایست. هارون بیا اینجا شینیم. تو رو خیلی یاد کردم پسرم. برای چی با من گپ نمیزنی؟ مادر سعیده مرا از خونه پیش کرد. با پلیس شکایت کرد. سعیده برای هم نگاه نمی کند. با من خیانت کردن مادر. برای چی این خیل شد؟ برای چی؟ من با آنها گپ میزنم پسرم. سعیده تو رو دوست میدارد. تو مست هستی؟ یعنی باز شراب می نشی؟ هارون روزت را نشون میدیم تیمور. ایست هارون. سردید. هارون نیست. نرم هارون نیست. برای چی ما رو با اینجا آوردی سرما؟ در یاد داری عمر؟ از همه گپای سخت رو در اینجا با تو گفته بودم. یاد داری؟ و چشمانم که بسید تو نگاه نکردند روی تو میپاییدند. های بقام که در هیجان تو میدت عمر. های بزبانم که در یک سطح نامی تو رو گرفتم. تو رو دست دارم نگو. هارون نیست. پسرم ایست. هارون با یاد آوردی عمر؟ اکنون همش گذشت سرما. همه اون گپای گفتم رو پس میگیرم. مرا ببخش عمر. سرما من همش رو فراموش کردم. برای این گپا رو گفتن مرا به اینجا آوردی. در همون جا هم گفتم میتوانستی. نه عمر گپ در جایش وزنین است. حاضر وقتی این گپا نیست. نوبت تو است عمر. نفهمیدم. تو هم به من داد زن. چی؟ برای اون گپایی گفتم تو هم به من داد زن. تو جدی میگویی سرما؟ بله. هر باری که اون روز به یادم میاد من زیق میشم و عذاب میکشم. این رو باید به آخر رسانیم. مایلش مادام که اینقدر میخواهی کسی که گل را دوست می‌دارد با خورش هم طاقت می‌کند سرما. خدا گل را با خورش آفریده است. به فکر تو گل به خور معنا داشت. به فکر تو اگر گل به خور میشد اون وقت بلبل چقدر می‌سرایی.
فکرت پسرم فکرت سنم فکرت رو ندیدی؟ در حجرشون نیستن؟ نیست. ترزا و درهای پایان را خیلی خوب محکم کردم. زمان خوب نیست که میداند که دوز میدرد نخواست. خیلی که میگویند دروازت را محکم کنه همسایت را دوز نگیر. این برای من سیبکا این نظری من. آقای هاشم فکرت رو ندیدی؟ در حجرش نیست. نیست نباشد. خدایا کمک کنم اکای فکرت. گم شو از اینجا. برای چی داد میزنید؟ با شما چی بدی کردم؟ خدا توبه. علیه هم مادر جان. معلم چگونه انسان است؟ هوش و یادش در توست. رشته کنده شد. احتیاط شو سوزن به دستت نخلد. مادر جان تو چی میگویی دخترم؟ من 2 فرزند دارم. این چه خیلی میشود؟ امشب به خواستگاری تو میآیم. گفتم که احتیاط شو. اگر باید اگه واقع شود من چیکار میکنم؟ چیکار کردن میخوای تیمور؟ لبای امک جان با هاشم درباره بعض نقشهایت گپ زده ای. با من هم نقل کن. میخواهم با من هم بگویی. البته امک جان البته نقل میکنم. میدانم اینجا محله خرد است لیکن این خیل نباید استیم. ما عدلی ها باید یگان کار کنیم. البته باید یگان سرمایه گذاری کنیم. اما که هاشم هم همین را میخواهند. همینطور نه؟ این کی باشد؟ هارون؟ او چه بر آمده باشد. خدا نشان ندهد اگر رفته. باز خودش رو معیوب میکند. شاید به نزد اپای علی هم رفته باشد. تا آنجا رفته نمیتواند دخترم. به سرش یگان چی ناومده او را یافتن لازم. رفتیم. اسماعیل پسرم کمی دیر آمده لیکن سنم اسماعیل اکای فکرتم رو میکوبه. ببخشید من کمک کرده میتوانم. مایلش بیا کمک کن. بیا تو با خونه کی زنگ میپرتوی ابله؟ کمی دف شو از اینجا. دف شو. او نامزدی من است. سعیده نامزدی من است. او نامزدی من است. رو خورده. دف شو از اینجا. امک جان ایسته بس کنید. مونید مست است. چیکار کردنش رو نمیداند. آروم شو. با کدام عقلت با خونه من سنگ میپرتوی یا دف شو از اینجا. ابله. پدر جون رفتیم پدر جون. رفتیم پدر. دف شو از اینجا هارون. پدر جون این هارون نیست. هارون مرد. سعیده
آقای فکرت با شما چی شد؟ روید از اینجا کنی بیا رفته خدایا فکرت خوب هستی؟ آیسته احتیاط کن آیسته عزیزم امان خیلی آیسته او تا اینجا چه آمده باشد باز نفتد یک گنچوهش رو نشکند از دهانت شمال برد هاشیم خدایشو ندهد شاید به این طرف رفته باشد رفتیم به این طرف رفتیم زودتر بیا با دقت باش شیندر اینجا کمی دمگیر خوب بشه قدمش گره نکن فکرت کسی که خودش میافتد نباید بگرد اما که قربان با من کمک کنید من زندگیم را از نو آباد کردن میخواهم با همسرم از نو یک جور شدن میخواهم در این دنیا کسی که دانسته خطا میکند شربتی اجل را مینوشد خدایا التماس یک فرصت ده برگردم میگوید دیگر خطاهایی کردم را نمیکنم گریه و ناله میکند لیکن بیفایده برای چی بیفایده چون که کسی خطا را فهمیده کرده است که به او رحم میکند کسی که به خود خوبی نکند عشقش را کشته باشد چی کار کردن میتواند تو عائله گل برینت را با دستان خود ویران کردی عشقت را کشتی عزیزم من عشقم را نکشتم اما که قربان جدا شدن چی است جانم البته معلوم است چیزی است که خدا ناز نمیبیند تو باشید برای ذوق یک لحظه اینه عائلت را ویران کردی اکنون مسئله برای هر دو طرف خیلی دیر شد اکنون او را مجبور کردن میخواهی جوابش خیلی جزای سخت میشود تو چیزی که نگویی اکنون زند رد میکنند معلوم است یعنی تو در یک چاه هستی که برآمدنش خیلی مشکل است اکنون برای تو را پرستاری کردن باید با خودت زنی دیگری آبی نه ایستا قربان نشوم ایستا چی گفتی؟ سردهد مرا سردهد با من کاردار نشوید علیه رو به خانه هم میارم به فکری من فکرت پسرم اول عقلت رو به جا بیار اگر عقلت رو به خود بیاری هم برای خودت و هم برای آنها خیلی کاری خوب میکنی با من کاردار نشوید اما که قربان من نصیحت نمیخواهم عائله ام رو میخواهم به خوبی نشود با زوری این کار رو حل میکنم در آنجا فکرت پسرم بیا سردهد مرا با علیه باید گپ زنم برای چی نمیفهمید باید علیه رو ببینم با او گپ زنم بهترش با یگان زنی دیگر خانه داشتم لیکن فراموش نکن که خوشبختی به زوری نمیشه مایلش پسرم رفتیم سیده رفتیم بیا پسرم بیا پسرم بیا همش خوب میشود پسرم بیا دخترم اگر خواهی تو به خانه رم سراسیمه شده در رو محکم نکردیم ما به خونه رو بیا میرویم مایلش مادر جان رفتیم پسرم سنم ها مرا بخشیدی نه دستگیری کلی اطلاعاتی مرکزی پرودیوسری همصدا روزنامه اویلوی محبت هر هفته شما معلومات‌های جالب را درباره فیلم‌های همیان و محور حقیقت تنها طریق هفته‌نامه محبت به دست می‌آورید. محبت بزرگترین احساس شما.
سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی باربد انتظارم. امر جان وای جوان است، چیکار کردنش را نمیداند. شما کلانتر هستید، پروا نکنید. خدا نشان ندهد و فشارتان بلند شود. دیدی چه بچه بودو با کسی دشمنی کردن نمیخواد. اکنون دیر شد، من میروم. با شما شب خوش. با کجا سعیده دخترم؟ سرم درد میکند مادر جان، کمی دم گیرم. دخترم میهمان را گسیل کن وگرنه عیب میشود. آخر همه این کار را برای تو کرد. خانم سعیده، حمزه، تیمور ما را خیلی دوست می‌دارد. او حتی با خیانت سرمه چشمش رو پوشیده ما را دوست می‌دارد. همین طور نه؟ حلیمه، من با تو یک قهوه تیار کنم حمزه. شمایید؟ اما جان، علیه در خانه است. مرحمت گذارید. مرحمت. درو صدیقه. سعیده، لبای آقای تیمور، به تو گفتنیم که چشمانی تو را دیده عرف عادتها را فراموش میکنم. این جسارت را از کجا پیدا کردم نمیدانم، لیکن باید گویم که تو بسیار آدمی خوب هستی، خیلی دل صاف هستی و من این را اکنون فهمیدم. نرگس، ثروت، با بیبیاتون خوش آمدید نمیگویید مگر؟ خوش آمدید بیبی جون. رفته دستی بابایتون رو هم بوسه کن. خوش آمدید بابا جون. خوش آمدید بابا جون. ثروتم، نرگسم. پسرم کمی شام بخیر. معلم، خوش آمدید معلم. خوش باشید. نهایت تنها موندیم. بله. حاضر در این دنیا از همه آدم خوشبخترین من هستم. من هم.
زحمت کشیدی عمر، خودم می اومدم. باشد، تو رو تنها گذاشتن نمیتوانستم. وای سیده نیست مگر؟ سیده ببخشید آقای تیمور. لیکن حالا چیزی که میخواستم نگفتم. من میدونم که حالا وقتش نیست، ولی باید این شب گپ زنم. آروم. عمر البته شاید سراسیمه شدم، لیکن اگر با من خانه‌دار شو بگویم قبول میکنی سیده؟